اگر دایناسورها هنوز زنده بودن چه اتفاقی میافتاد؟ چقدر تاریخ زمین با وجود این موجودات میتونست متفاوت باشه و اگر دایناسورها منقرض نمیشدن انسانها همچنان وجود داشتن؟ اینجا قطب زمینه و میخوایم ببینیم اگر دایناسورها منقرض نشده بودن چه اتفاقاتی میتونست بیفته. پس اگر به این موضوعات علاقه دارین کانال قطب زمین رو دنبال کنید و در ادامه ویدیو با من همراه باشید. همه ما این رو میدونیم که میلیون ها سال پیش سنگی غول‌پیکر از فضا با زمین برخورد کرد و باعث انقراض دایناسورها شد. البته نه یک سنگ معمولی. این شهاب سنگ 15 کیلومتر عرض و نیروی مخربی 10 میلیارد برابر قوی‌تر از بمب هیروشیما داشته. موج‌های رادیواکتیوی که در اثر برخورد این شهاب سنگ به وجود میاد میتونه تا صدها کیلومتر اطراف خودش در هر جهتی نابود کنه و همینطور باعث تغییرات اقلیمی شدیدی میشه که باعث انقراض این موجودات شده. انقراض دایناسورها حدود 66 میلیون سال پیش اتفاق افتاد. در پایان دوره کرتاسه بود که نمونه‌های نهایی اونها هم از بین رفت. پایان یک دوره باور نکردنی از نظر زندگی بر روی زمین. اونا تا قبل این حدود 175 میلیون سال بر روی زمین زندگی کرده بودند. اما اگر این شهاب سنگ با زمین برخورد نمی‌کرد چی؟ خب مطمئنا شرایط امروز ما خیلی فرق میکرد. البته دایناسورها برای ادامه بقا باید از چندین رویداد مهم دیگه جون سالم به در میبردن تا به زمان حال برسن. 55 میلیون سال پیش دمای هوا افزایش پیدا کرد و آب و هوا 8 درجه از امروز گرمتر شد و این موضوع باعث تغییراتی در پوشش‌های گیاهی میشه و همینطور دایناسورهای گیاهخوار به دلیل تغییر در رژیم غذاییشون طی سالها دچار تغییراتی میشدن و با تغییر آب و هوا مواد مغذی گیاهان کاهش پیدا میکرد و هضم اونا سریعتر میشد و به همین خاطر دایناسورهای گیاهخوار اندازشون کوچیکتر میشد. همینطور 20 میلیون سال بعد از اون آمریکای جنوبی و قطب جنوب از هم جدا شدن و باعث سردتر و مرطوبتر شدن آب و هوا شدن. طی این دوره دایناسورهای تکامل یافته برای دسترسی به مکان‌های با آب و هوای بهتر شروع به مهاجرت می‌کردند و در مقایسه با پستانداران این دوره دایناسورها برتری‌های زیادی داشتند، از جمله دندان‌های بزرگتر و قدرت بینایی قوی‌تر. و این رو در نظر بگیرید که دایناسورها به قدری پیشرفته می‌شدند که به احتمال خیلی زیاد پستانداران هیچ شانسی برای تکامل نداشتند و تمام موجودات بزرگی که ما امروز می‌شناسیم تومه دایناسورها می‌شدند. به خاطر داشته باشید که انسان‌ها در کنار ماموت‌های پشمالو و گربه‌سان‌های دندان شمشیری تکامل پیدا کردند، در حالی که این موجودات نتونستن از دوره عصر یخبندان در حدود 2.6 میلیون سال پیش جون سالم به در ببرن. با توجه به ویژگی‌های تکاملی برخی دایناسورها این احتمال وجود داره که اونا بتونن تداوم داشته باشن. اما در این صورت ما انسان‌ها چیکار می‌کردیم؟ با وجود سرمای خیلی شدید و شکارچیان بسیار خطرناک طی این همه سال اگر توسط این شکارچیان منقرض نمی‌شدیم و تکاملمون ادامه پیدا می‌کرد، ممکن بود بتونیم یک تیرکس رو از نزدیک توی یک منطقه حفاظت شده ببینیم. و همینطور که جمعیت انسان‌ها رشد می‌کرد، شکار دایناسورها زیادتر می‌شد و دایناسورهای بزرگتر رو به انقراض نزدیک می‌کرد. اما اونایی که در اثر تکامل کوچیک‌تر شدن و با انسان به همزیستی رسیدن، با مسالمت در کنار ما به زندگی ادامه میدادن. در واقع بعضیاشون دارن همین کارو میکنن. فکر میکنید کبوترها از کجا اومدن؟ باورش سخته که زمانی پرنده‌ها به اندازه یک هواپیما بودن و همینطور باورش سخته که فکر کنیم ممکن بود در کنار دایناسورهای عظیم الجثه زندگی کنیم و یا حتی اصلا تکامل نیافته باشیم و غذای اونا بودیم. اما اگر به باور نکردنی‌ها علاقه دارید، بقیه ویدیوهای ما رو هم از دست ندید و دکمه سابسکرایب رو بزنید.